سلام و درود. داستان امروز ما از جایی شروع میشه که ابن سینا فهمید همه دردها جسمی نیستند. روزی شاگردی از ابن سینا پرسید: استاد، چرا بعضی بیماران با هیچ دارویی خوب نمیشوند؟ ابن سینا او را به حجره‌ای برد که مردی خاموش در آن نشسته بود. نه تب داشت، نه درد، نه نشانی از بیماری. ابن سینا گفت: از او بپرس چه می‌خواهد؟ شاگرد پرسید. مرد گفت: نمی‌دانم. ابن سینا آهسته گفت: این درد اصلی اوست. ابن سینا نسخه ننوشت. گفت مرد را به جایی ببرند که هر روز مجبور شود بین دو راه یکی را انتخاب کند، حتی اگر اشتباه باشد. هفته ها گذشت. مرد آرامتر شد، نه چون راه درست را یافته بود، بلکه چون جرأت انتخاب پیدا کرده بود. ابن سینا گفت: روانی که انتخاب نکند فرو می پاشد. تردید دائمی از هر بیماری خطرناکتر است. انسان نه از اشتباه بلکه از بی تصمیمی مزمن بیمار می شود و درمان برخی دردها شجاعت است، نه دارو.